سلام به همه عاشقان فوتبال. من پارسام، اینجا یوتیوب اسپورت تایمز. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. امیدوارم که تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اگر از کانال ما خوشتون اومد حتما ما رو سابسکرایب بکنید و حتما برامون کامنت بذارید و ما رو لایک بکنید. اگر دوست دارید از اخبار لحظه‌ای فوتبال با خبر بشید حتما عضو کانال تلگرام ما بشید که لینکش رو در دیسکریپشن براتون قرار دادم. رسیدیم به آخر خط. این پایان جام جهانی بود و اسپانیا موفق شد در یک بازی کاملا یک طرفه آرژانتین رو در هم بکوبه که نه آرژانتین رو ببره با نتیجه 1-0. تورنمنتی پر از شگفتی، تورنمنتی سراسر هیجان بالاخره تموم شد با پایان اسطوره‌های بزرگ فوتبال از کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، نیمار، لوکا مودریچ، کانته و هزاران اسطوره دیگر که دیگر اونها رو در مستطیل سبز نمیبینیم و بزرگترین اسطوره‌های تاریخ فوتبال هم احتمال زیاد دیگه ما در تورنمنت بزرگ جام جهانی نخواهیم دید. کریستیانو رونالدو و لیونل مسی و گریه‌های تلخ این دو اسطوره تو این جام تا سالیان سال در خاطر ما فوتبال دوستان میمونه. ما که با این دو اسطوره بزرگ شدیم، با این دو اسطوره عاشق فوتبال شدیم و حالا دیگه اونان رو نخواهیم دید. بریم سراغ بازی که حالا آمارش هم مشاهده میکنید. نیمه اول کاملا اسکالونی به خواسته های خودش رسید، کاملا تونست دفاع بکنه، یه دفاع من-تو-من فوق‌العاده و پرفشار و از اون برای اسپانیا مطابق انتظار یک کانتر پرس فوق‌العاده سنگین. 2-3 دقیقه اول این کانتر پرس رو انجام ندادن و از دقیقه 4 بود که شروع کردن به کانتر پرس سنگین و اون مثلث‌هایی که ایجاد میکنن زمانی که صاحب توپن، زمانی که صاحب توپ نیستن، کاملا فضاها رو میبندن و این تیم درافونته، تیم کاملا هماهنگ و خارق‌العاده‌ایه. از اون ور هم اسکالونی اومده بود گفته بود که ما یه دروازه‌بانی داریم که نسبتاً شوت گیره، اونها هم به اون شدت مثلا شوت زن نیستن، بریم فضاها رو ببندیم، دفاع وسطا بیان عقب و حالا هافبک ها، مهاجما همه دفاع بکنن، بشینیم تو زمین خودمون، یه لو بلاک سفتی رو بچینیم و برنامه‌ای هم برای ضد حمله نداشتن. یعنی اینجوری نبود که ما بخوایم بگیم این آرژانتین اومده بود که ضد حمله بزنه، نه، این آرژانتین خیلی پلنی هم برای ضد حمله نداشت. از اون برم اسپانیایی نمیذاشت که این خط رابط لیونل مسی با مهاجما وصل بشه یا حالا هافبک‌ها بتونن توپو برسونن به لیونل مسی و این اسپانیا خارق‌العاده بود دیگه. یه تورنمنت خوب اگر بازی اول فاکتور بگیریم شروع کرد و تا آخر هم همین رویه رو ادامه داد. یه ذره بریم عمیق‌تر به این بازی نگاه بکنیم. خب مطابق انتظار اسپانیا مالکانه قراره بازی بکنه، آرژانتین میخواد بیاد دفاع بکنه و چقدر لیونل اسکالونی سیستمی که چیده بود برای دفاع خارق‌العاده بود. این که مثلا اومدن گفتن چه میدونم نشست تو دفاع فلان کرد، با فرانسه رو این اسپانیا اذیت کرد. این فرانسه با اون همه ستاره، با اون همه مهره، با اون همه دست باز روی نیمکت تحت فشار سنگین این اسپانیا بود. چقدر موقعیت داشتن تو این بازی، ولی می‌بینید که موقعیت‌های اسپانیا اکسپرتد گل بالایی نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خط دفاعی آرژانتین من-تو-منه با بازیکن‌ها و مثل بلژیک قرار نیست به اون راحتی باز شه، مثل فرانسه قرار نیست به اون راحتی پشت دفاع بخوره، مثل فرانسه قرار نیست از زون 14 به اون راحتی استفاده بشه. اینجا یه پرانتز باز کنیم راجع به زون 14، اون جاهایی که بازیکن‌های اسپانیا می‌خواستن و فضا داشتن که شوت بزنن، این دام اسکالونی بود. میگفت که آقا اوکی، من میارم عقب، مارتینز دروازه‌بانی که شوتگیره، بذار رودری شوتشو بزنه، کوبارسی شوتشو بزنه، پدری شوتشو بزنه، ولی اون یک دوه رو نکنن، نه مهاجمه نیاد بیرون، اولمو نتونه توپ بگیره، تو در بده، پشت دفاع نخوریم، ما دفاع وسطا فول بک ها برگردن جمع باشن و نمیخوایم آقا زون 14 برای اسپانیا بذارین شوتاشون رو بزنن، ما میریم دفاع میکنیم، نمیذاریم بازیکناشون تک به تک بشن، نمیذاریم بازیکناشون اکسپرتد گل بالایی امید به گل زیادی گیرشون بیاد. برای اینه که اون زون 14 دقایق بیشتری از بازی خالی بود و شما تو سر نگاه بکنید برای چی مارتینز مصدوم میشه. لیساندرو مارتینز قصاب
منچستریا و قصاب آرژانتینیا. دلیلش اینه که پرفشار داره بازی میکنه. برای چی مونتیل تعویض میشه و مولینا میاد؟ به خاطر اینکه پرفشار هم دارن، من تو من پرس میکنن. حالا میگم دوندگی بازی معمولا 2-3 ساعت بعد از بازی میاد. الان تازه بازی تموم شده و خیلی آمار دوندگی شخصی بازیکن‌ها هنوز بیرون نیومده، ولی قطعا دوندگی خط دفاع آرژانتین کم 2-3 برابر همیشگی خودشون بود. این خط دفاع آرژانتین خط دفاع 1 تا 10 دنیا نیستن اینجوری نیست که مثلا ما بگیم اوتامندی جزء 10 تا برتر دفاع دنیاست، جزء 5 تا برتر دفاع دنیاست. نه، شاید جزء 30 تا برتر دنیا هم نباشه. نه مولینوه، نه مونتیله. اصلا دفاع آرژانتین دفاع خوبی نیست، ولی این سیستم اسکالونی، این تیم بودن آرژانتین که با اسمش موقعیت کمگیر آرژانتین کمگیر اسپانیا بیاد. این کردیت هایی بود که ما دادیم به آرژانتین، کردیت هایی که میدیم به تیم اسکالونی و بریم اون سمت قضیه. میگم من آمارهای بازی رو براتون میذارم. نیمه اولی بود که آرژانتینیا خسته نبودن، راحت پرس میکردن و اسپانیا موقعیت خیلی خاصی رو نداشت. از نیمه دوم، از دقیقه 50-60 بازی، اون پرس آرژانتینیا جواب نمیده. اون یارگیری من تو من بازیکن خسته است، عصب عضله، هماهنگی لازمش رو نداره. بعد از 60 دقیقه بازی پرفشار، بعد از 55 دقیقه تمام دویدن و تمام توانشون رو گذاشتن، باعث میشه موقعیت ها دیگه شروع بشه برای اسپانیا و خستگی به چشم میاد. حالا لیساندرو مارتینز هم مصدوم شده، دفاع کارت زرد گرفتن و اینجاست که دیگه دلافرونته شروع میکنه به تعویض‌ها و واقعا کردیت باید داد به این تعویض‌ها. واقعا چقدر تعویض‌ها کار را بندازن. اصلا کاری ندارن که نیکو ویلیامز پاس گل میده و فران تورز گل میزنه. اون میرسیم چند دقیقه دیگه، میرسیم به آخر بازی و راجع به اون هم صحبت میکنیم. ولی از وقتی تعویضای دلافرونته انجام میشه، انگار این اسپانیا جون تازه‌ای میگیره و شروع میکنه کارهای ترکیبی رو شکل میدن. اون مثلث‌های وسط زمین رو شکل میدن. 2-3 جا اوتامندی دیگه اون اوتامندی همیشگی نیست، جا میمونه تو صحنات، گیر میکنه توی این دام دلافرونته میفته و اون نقشه‌های اسکالونی در دقایقی هم جواب نمیده. به واسطه رکبیه که تیم دلافرونته میزنه و 2 تا موقعیت هم گیرشون میاد که حالا به گل تبدیل نمیشه. یه موقعیت هم داشتن که خطای واضح مورینو گرفته شد که اکثر کارشناسا هم تایید کردن، می‌بینی که پا روی پاش گذاشت و این صحنه به عقیده اکثر کارشناسا هم خطا بود. 2-3 تا پشت دفاع هم خوردن آرژانتینیا و رسید به اخراج انزو فرناندز. اخراج بچگانه‌ای بود، میتونست اخراج نشه. حالا بعدش هم اومد اینجوری معذرت خواهی کرد، ولی دیگه این شروع از دست رفتن جام برای آرژانتینیا بود. میگم چرا شروع، تا آخر ویدیو همراه باشید متوجه این موضوع میشید. و یه 30 دقیقه‌ای که آرژانتین باید 10 نفره بازی بکنه، مسی قرار نیست پرس بکنه، پس آرژانتین 9 نفره است، مسی نمیتونه اونقدر بیاد عقب، پس قرار 9 نفره دفاع بکنن و پلنی هم برای ضد حمله ندارن. به واسطه اینکه 10 نفرن، بازیکن‌ها دارن تو امان میدوئن در خط دفاع و اون دوندگی لازم رو نمیتونن در جلو داشته باشن. زمانی هم که سیمونه اومده، از دقیقه 70 به بعد 5 تا تعویض تیم اسکالونی تمام شده و اگر حالا مصدومی چیزی میدادن باید 9 نفره هم بازی میکردن. حالا دقیقه آخر اخراج شدن، یعنی باید 10 نفره هم بازی میکردن و اون مسی میمونه اون بالا تک و تنها، حالا به امید اینکه توپی بیاد و بخواد لیونل مسی معجزه‌ای بکنه که موفق هم نبود تو این بازی و صفر شوت در چارچوب صرف کرد. تا اینجای بازی آرژانتین شوتی رو هنوز نزده. بریم توی وقت اضافه اول بازی. توی وقت اضافه اول بازی آرژانتین همچنان تعویضش رو انجام نمیده تا دقیقه 102 که یه دفاع وسط دیگه میاره جای خولیان آلوارز که تعویض منطقیه. چرا؟ اصلا نگاه کنید تمام بازیکن‌هایی که قرار بود پرس بکنن و خط از 4 نفر خط دفاع 3 نفر تعویض شد، 1 نفر مصدوم شد. حالا بگیم رومرو هم کارت زرد داشت، اون یکی دیگه فنی بود. مونتیل میره بیرون و مولینا میاد. مولینا در
همون دقایقی هم که داخل بازی بود، دقیقه 60 به بعد بازی هم مولینا تو ویدیو قبلی هم 2 تا ویدیو قبلی هم گفتم مولینا بازیکنی نیست که بتونه اونقدر که باید و شاید دفاع بکنه. اون آگاهی محیطی بالا رو نداره، اون رفرنس های سری رو نداره و همین پاشنه آشیل هم شد برای گل. قبل از گل دوست دارم 2 تا نکته هم اضافه بکنم. اول اینکه آرژانتین دیگه حبس شد تو 18 خودش، اسپانیایی‌ها کاملا تیم رو رونده کردن، تعویضای دلافونته باز هم هجومی تر شد، هیچ کدوم اصلا نقطه عطف بازی نیمکت 2 تا تیمه. اگر نیمکت آرژانتین یه نیمکت بهتری بود، مثلا اگه دیماریا روی این نیمکت بود، مثلا اگه دیبالای همیشه بود، مثلا اگه لیساندرو مارتینز مصدوم نمیشد میتونست از لاوتارو مارتینز استفاده بکنه. دوست دارم بیشتر راجع به تعویض‌هایی که نشد تو تیم آرژانتین آخر بازی صحبت بکنم به واسطه اتفاقاتی که میفته و توضیح میدم. و آرژانتین نشست توی دفاع و دیگه تیمی که بخواد اینجوری بره توی دفاع روبروی تیم دلافونته قطعا گل میخوره. بزرگتر از این بازیکن‌ها گل خوردن بحث تیمی نیست، بحث شخصیت و نفر بازیکن‌هاست. باید بپذیریم که دفاع‌هایی مثل سالیبیا، مثل مارکینیوش و امثال هم روبروی دلافونته نتونستن بازی خوبی داشته باشن. بلژیک نتونست، فرانسه نتونست، پرتغال نتونست و از نظر مهره‌ای روبن دیاز رو مقایسه بکنید با مثلا اوتامندی، خب 100 لول روبن دیاز بالاتره، سالیبیا 100 لول سالیبیا بالاتره، اوبامکانو و حالا هزارات چندین بازیکنایی که روبروی تیم دلافونته بازی کردن و همه رو دلافونته شکست داد با همون حربه همیشگیش و اینجا با همون حربه همیشگیش نتونست گل بزنه و از سانت به گل رسیدن. و دیگه حالا نیمه اول وقت اضافه هم به همین رویت که آرژانتین شوتی در چارچوب نزنه، امید به گل نداشته باشه، موقعیت خطرناکی ایجاد نکنه، تموم میشه. و شروع وقت اضافه دوم که آرژانتینی ها روی قفلت واضح مولینا میبینه نیکو ویلیامز پشت سرشه، میبینه نیکو ویلیامز داره حرکت میکنه ولی اون اکت دفاعی لازم رو نداره و همین امر باعث میشه که نیکو ویلیامز سر راحت بسابونه و عجیب‌تر از اون 3 تا از دفاع آرژانتین لب خط وایساده بودن، یعنی دروازه گرفتن، هیچ کدوم نرفتن رو پای فران تورس، اون عکس العمل سریع رو نداشتن. این برمیگرده به اینکه دارن 120 دقیقه با وقتای اضافه که گرفته شد دارن پرفشار دفاع میکنن و اشتباهات فردی اینجا زیاد میشه. شما وقتی حبس شدی داخل دفاع خودت این اشتباهات به وجود میاد و فران تورس هم اون گل رو به هر چه زیبایی تمام‌تر گل رو زد و بهترین بازیکن زمین هم شناخته شد. از اینجای بازی دیگه آرژانتین تعویضی رو نداره، نمیتونه بازیکنی رو بیاره. اینجا بخوایم راجع به تعویض صحبت کنیم که چرا لاوتارو مارتینز نیومد، چرا دیگو سیمونه اومد، چرا جولیانو سیمونه اومد، دلایلش واضحه. چرا دفاع وسط اومد؟ به واسطه اینکه دفاع وسط ها بریده بودن. اصلا از قبل پلن آرژانتین این بود که ما نمیتونیم روبروی اینا بازی سازی رو داشته باشیم، چون فرانسه نتونسته، چون پرتغال نتونسته، چون بلژیک نتونسته، اونا با اون خط هافک نتونستن، ما با این خط هافک نصف و نیمه‌ای که 2-3 تا بازی رفته تو 120 دقیقه دارن پرفشار دفاع میکنن، خب قطعا ما هم نمیتونیم. و تمام تعویض‌ها از نظر من درست و منطقیه. شاید اگر مارتینز مصدوم نمیشد ما لاوتارو مارتینز رو میتونستیم ببینیم و شاید لاوتارو مارتینز اصلا گل میزد و بازی یه جور دیگه پیش میره. ولی وقتی 2 تا بازیکن کارت زرد میگیرن، یه بازیکن مصدوم میشه، یه بازیکن اخراج میشه، شما مجبوری دست به یه سری از تعویضاتی بزنی که دوست نداری و جریان بازی شما رو مجبور میکنه که این تعویض‌ها رو انجام بدی. و از اون برم تعویض‌های اسپانیا کاملا تاکتیکی اند، کاملا شناخت داره بهشون، بازیکنایی که کم بازی کردن رو میاره داخل. از اون برم اسکالونی هم این کارو میکنه چون مجبورن، شرایط بازی میطلبه. و دیگه گل رو حالا توضیح دادم که اشتباه مولینا گل زده میشه و حالا آرژانتین یه 10 دقیقه وقت داره که بخواد حمله بکنه و واضحا توانش رو نداشت و واضحا نتونست و واضحا این اسپانیا شایسته قهرمانی بود، واضحا از نظر آماری و هزاران چیز دیگر شایستگی این قهرمانی رو داشتن و به حق خودشون هم در این بازی و در این تورنمنت رسیدن. دوست دارم یه چند تا خبر و آمار هم
از بازی با هم بخونیم. من این آمار اخبار از رو میخونم که چیزی رو اشتباه نکنم. اول اینکه تمام جوایز فردی به تیم اسپانیا رسید. جوان‌ترین بازیکن تورنمنت کوبارسی شد، بهترین بازیکن تورنمنت رودری شد و طلا هم به اونای سیمون رسید. و از اون هم کیلیان امباپه آقای گل این تورنمنت هم شد. و اینکه طبق سایت‌های شرط بندی هم که الان بحثش خیلی داغه، لامین یامال کاندیدای توپ طلای و بیشترین شانس رو داره. یامال، هری کین، مسی و کیلیان امباپه. شانس یامال تو بنگاه شرط بندی 51% تقریبا، هری کین 27، لیونل مسی 7.5 و کیلیان امباپه نزدیک به 4. و رودری هم به تمام افتخاراتی که یک بازیکن میتونه برسه رسید. هم چمپیونز لیگ داره، هم توپ طلا داره، هم جام جهانی داره و هم یورو داره. و اینکه بهترین گل فهرست بهترین بازیکنان جوان چند دوره اخیر جام جهانی هم از 2010 توماس مولر، پول پوگبا، کیلیان امباپه، انزو فرناندز و پائو کوبارسی. از اونورم ای اسپورت دوباره مثل چند دوره اخیر موفق شد قهرمان درست پیش بینی بکنه که اسپانیا رو از قبل از شروع این تورنمنت به عنوان قهرمان جام جهانی پیش بینی کرده بود و درست در اومد. مثل که با یه سری از خود قابلیت‌های بازی و ای آی هایی که بازی داره این چیزو پیش بینی می‌کنه، چندی نزدیک 1000 مدل و 1000 بازی رو انجام میدن تا به اون قهرمان مد نظرشون برسن و مثل چندین دوره اخیر هم درست گفته بود. اسپانیا 38 تا بازی که نباخته و قهرمان یورو شدن، قهرمان جام جهانی هم شدن. و این عکس هم خیلی جالبه که حالا ببینیم عملی میشه یا نه. پدری گفته بود اگر اسپانیا قهرمان بشه موهاشو سفید میکنه، گاوی گفته بود موهاشو صورتی میکنه، دلافونته هم قرار عکسش بره روی بدن مارکو کوکوریا و فران تورس هم که قرار بود کچل کنه، یامال هم که قرار بود ریش بذاره. بریم یه نگاهی به حواشی این بازی رو هم داشته باشیم. لامین یامال همونجوری که تو تصویر مشاهده میکنید رفت مسی رو بغل کرد. بعد از بازی بازیکن‌های بارسا با هم دیگه عکس گرفتن. 8 تا بازیکن داشت بارسا توی این تیم ملی. گریه‌های لیونل مسی رو میتونیم مشاهده بکنیم که اسطوره بی بدیل فوتبال دنیاست، اگر نگیم نفر یک دنیا. لیونل مسی بزرگترین فوتبالیست تاریخ فوتبال. راجع به لیونل مسی، راجع به این جام جهانیه بعداً خیلی بیشتر با هم صحبت میکنیم. اینجا بیشتر داریم با هم فینال رو بررسی میکنیم. لیونل مسی تو این فینال خاموش بود و شوتی در چارچوب نداشت. اصلا کلا اسپانیا 2 تا شوت به سمت دروازه‌اش اومد و آرژانتین از دقیقه 117 به بعد 2 تا شوت زد که هیچ کدومش در چارچوب هم نبود. شوت لیونل مسی رو مورنو بلاک کرد و شوت آقای سیمونه، جولیانو سیمونه رفت از بالای دروازه به بیرون رفت. آنای سیمون باز هم کلینشیت کنه و این تیم اسپانیا با 1 گل خورده قهرمان این دوره از مسابقات شد. و هلند هم از نظر فیفا شد که جوانمردانه ترین تیم این تورنمنت شناخته شد. و بعد از بازی هم یه درگیری بین پارادس و گاوی هم شکل گرفت که اخراج هم شد. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودی. در ویدیوهای بعدی حتما به اخبار جام جهانی بیشتر میپردازیم و در یک ویدیو جامع با هم راجع به جام جهانی صحبت میکنیم و پرونده این جام جهانی رو میبندیم. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. همین حوالی بمونید. دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.